حالت ما حالت مثل اینی داستان هست. این داستان خوب گوش کنید. من خود تکان داده این داستان، گرچه ربط به حضرت عثمان ندارد ولی حالت ما را خوب ترسیم میکند. عارف از اولیای الهی وارد شهر می شود، می آید میدان شهر، می بیند بچه های زیاد خردسال گرد هم جمع شدن، با هم بازی دارن، با هم شوخی دارن. وقتی این عارف می آید وارد شهر، می بیند بچه ها شوخی دارن، بازی دارن، می گوید اینجا حکمت هست. عرفا بصیرت دارن، عرفا بینایی درون دارن، چشم سر را همه دارن. چشم سر با جمله حیوان همدم است. این چشم حیوانات هم دارن، این چشم کفار هم دارن، این چشم منافقین هم دارن، این چشم فاسقین هم دارن. ولی صالحین و بندگان نیک یک چشم بنام چشم دل دارن. گفت در اینجا حکمت هست. بعد از لحظات نشست انتظار میکشید چه اتفاق میافتد. نظاره میکرد تا غروب آفتاب. شیخ فریدالدین عطار اینو در تذکرة الاولیا می آورد. حالت ما را ترسیم میکند. تا غروب آفتاب تماشا میکرد. بچه ها شب شد، تاریک شد، همه رفتند خانه خودشان، ولی یک تفلک رفت پشت درش. دروازه را زد، چند بار زد. مادرش پشت در آمد، گفت تو را امشب به خانه را نمیدهم، امشب به تو اجازه نیست، به خانه را نمیدهم. تفلک پشت در گریه میکرد، مادر جان در را باز کن. مادر میگفت چقدر من لباس به تو بشویم، من چقدر لباس تو را بشویم، من چقدر لباس تو را بدوزم. هر روز تو لباس پاره میکنی، هر روز تو لباس را نجس میکنی، من چقدر لباس بشویم. به خدا قسم امروز الله آنقدر گناه کردیم که الله صدا میزند بندم چقدر بشویم تو را، چقدر تو بی وفا هستی. بار تو را شستم ولی باز خود را آلوده کردی، بار تو را شستم باز خدا گنده کردی، بار ایمانت را دوختم باز فاریش کردی. این حالت ما را خوب ترسیم میکنه. مادر میگفت در را باز نمیکنم، چقدر لباس تو را بشویم، من چقدر لباس تو را بدوزم. این تفلک اینقدر ناله کرد. این عارف میگوید من حرکت کردم آمدم پشت در، به مادرش گفتم که در را زدم، صدا زدم مادر جان من یکی از علما هستم، در را باز کنیم. مادر دویده آمد در را باز کرد. گفتم مادر جان همین شب به خاطر شفاعت خواهی من، به خاطر که من شفاعتش میکنم همین شب به خانه بگذار این را. گفت دیگر نمیکنی؟ گفت نه دیگر نمیکنم. گفت تفلک رفت داخل خانه، من رفتم شب در جای تیر کردم، ولی اینها میخواهند بندگی بیاموزند، اینها میخواهند محبت خدا را پیدا کنند. اینها میآیند میبینند که خدای کریم و مهربان چقدر مهربان است. مهربانی مادر را ببین عزیز من، مهربانی پدر را ببین، پس خودت مقایسه بکن ارحم الراحمین را. اون کسی که این محبت را به سینه مادر مانده، اون کسی که این محبت را به سینه پدر انداخته است. فردا این مرد عارف می آید در میدان شهر، می بیند که جوان این طفل خردسال از خانه بیرون می شود، با مادر خود چیز می برد. بعد از این که چیز برد می آید در میدان باز شروع می کند به بازی و شوخی. آنقدر بازی و شوخی می کند که باز هم غروب آفتاب می شود. خب مصروف شوخی است طفل است دیگه. باز می بیند که غروب آفتاب می شود. بعد از غروب آفتاب یک بار این تفلک این عارف نگاه میکند، میگه این تفلک با غصه و ترس به در مادر نگاه دارد که در باز میشود یا نمیشود. حالت ما هست، خدا حالت ما هست.
این طفل خردسال با غصه و ترس به در مادر نگاه می کند. به رفیقی که در پهلویش است، اسمش محمد است، برش میگه محمد جان امشب منو به خانه خودتان نمیبری؟ محمد میگوید مرا به زور پدرم قبول داره، تو رو چگونه به خانه خود ببره؟ طفلک دیگر در این گوشه استاده است، حسین نام دارد، برش میگه حسین جان مرا به خانه تان نمیبری؟ میگه که تو رو به خانه ببرم مادرم مرا میکشه. میگه طفلک میبینم یا عارف میگه از دور تماشا دارم، اینجا درس عشق هست، اینجا درس محبت است. میگه طفلک میبینم که نزدیکتر میشود به در مادر، دروازه رو میزند مادر جان در باز کن. ای جوانانی که بارها از خدا دور بودی، بارها نافرمانی کردی، بارها بینمازی کردی، بارها گناه و معصیت انجام دادی، فکر میکنی او در را باز نمیکنه، ولی داستان رو ببین، پس مقایسه بکن که ارحم الراحمین است. میگه در میزد، مادرش میگفت نه امشب در این خانه جا نداری. بعد از لحظاتی که فریاد و ناله کرد دید که در باز نمی شود. یا عارف میگوید شب تاریک شده ولی من متوجه حضرت حق سبحانه و تعالی هستم، من محبت او را میبینم. شب تاریک شده دیدم که طفلک آمد شکمش از زمین هموار کرد، صورتش هم به زمین خوابانید. یک بار متوجه شدم که مادر سر بام بالا شده طفلک خود را تماشا داره. او از بالا گریه می کند به حال طفلش، طفل گریه می کند از پایین برای مادرش، ناله می کند، گریه می کند. بعد از اینکه این حالت را مادر می بیند تحمل نمی کند، دویده از بام پایین می شود، در را باز می کند، می گوید عزیز جانم بیا در بغلم. این طفل در آغوش مادر می رود. عزیز من وقت از خدا دور شدی، وقت گناه کردی، وقت سخت‌ترین جرم مرتکب شدی و خیانت کردی، برو سرت را به زمین بگذار. الله این حالت را تحمل نمیتواند، الله این حالت را تحمل نمیتواند. تو را در آغوش خود میگیرد و تو را پاک میکند. من بنده عاصیم، رضای تو کجاست؟ تاریک دلم، نور و صفای تو کجاست؟ ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی، این بیع بود لطف و عطای تو کجاست؟ خداوندا تو آنی که حال دل نالان دانی، احوال دل شکسته بالان دانی. گر خوانمت از سینه سوزان شنوی، وردم نزنم زبان لالان دانی. الله اکبر. دروازه باز می شود. مادر طفل خود را در آغوش می کشد.
طفلک به مادر میگوید مادر جان من امشب یک چیز را فهمیدم که پیش از این نمیفهمیدم. من امشب یک چیز را فهمیدم که پیش از این نمیفهمیدم. مادر میگوید چی را فهمیدی؟ میگه مادر جان اگر دیگر دیر به خانه آمدم به من نان نده، مرا شلاق بزن، مرا از غذا محروم بکن، ولی مادر جان درت را بسته نکن، درت را بسته نکن که من فهمیدم غیر از در مادر دیگر در ندارم. یا الله اگر ما گناه میکنیم مصیبت به ما میآوری بیاور، ولی درت را بروی ما بسته نکن که ما دیگر در نداریم. خدایا فقط در تو هست که بروی ما باز است. این حالت ما هست. ولی از این قصه چه حصه گرفتی دوست من، عزیز من، برادر من، گل من، پدر بزرگوار، برادر جوان، از این قصه چه حصه گرفتی؟ این قصه حصه ای که دارد همین است که هر چقدر گناه کردی ناامید نشو. یک هر چقدر گناه کردی سرت را به آستانه اش بگذار، سرت را به خاک بگذار، او آغوش رحمت خود را باز میکند. هر گناه کردی نگو چی گناه کردی، فقط بگو خدایا اشتباه کردم، پروردگارا خطا کردم. همین را بگو. این قصه این را به ما میرساند. ای خواهری که آواز مرا میشنوی، ای مادر گرامی که آواز مرا میشنوی، هر چقدر گناه کردی ناامید نشو.